توی این ویدیو قرار آموزش ساخت تامنیل ویش و میسیو بهتون بدم که قرار از این بازسازی کنیم و تبدیلش کنیم به این. حتما تا آخر ویدیو همراهم باشین، کلی چیز جدید و مفید یاد میگیرید. پس ویدیو رو لایک کنید، بریم برای شروع آموزش. لیتس گو. برای رندر اسکین و بریجشون از ماینیمتر استفاده میکنم که استفاده ازش راحته و بعد از اینکه نصبش کردید اینجا بیاین نیو پروجکت رو میزنید، یه اسمی براش انتخاب میکنید و کرییت پروجکت رو میزنم. خب ما نیاز به مپی داریم توش بریج کشیده باشیم و اسکینا رو بزنیم روش، دقیقاً شبیه تامنیل اصلی در بیادش. و برای ایمپورت کردن وردتون یا همون مپتون این کرافتینگ تیبل رو باید بزنید و از بخش اسکنری میتونید برید اینجا این نان رو بذارید روی ایمپورت فرام ورد و خودش یه منوی وا میکنه اینجا. از این قسمت هم اون مپی که توش بریج کشیدین رو انتخاب میکنید. من اسمش رو گذاشتم بریج، میزنم روش و این خاکستری که اینجا میبینید همون بریجی که من کشیدم. از اینجاش کلیک میکنم تا اینجاش کل بریج الان سلکت شده. ایمپورت سلکشن رو میزنم. از این قسمت تکسچر هم میتونین ریسورس پک خودتون اد کنید. من برای همین از ریسورس پک خودم استفاده میکنم. خب من ریسورس پک رو اد کردم. الان تکسچر این بریج از ریسورس پک منه. کرییت رو میزنم و اینجا میذارمش دقیقاً جلوی تصویر. خب حالا یک زاویه باید براش درست بکنیم. اول از همه اسکین رو اد میکنیم، کرافتینگ تیبل رو میزنیم، کاراکتر رو میزنیم و از این قسمت ماینکرافتش که اینجا نوشته یا هم اسکین رو اینجا میزنیم براوز و اسکینی که خودمون میخوایم اد کنیم و اد میکنیم. خب بچه ببینین این اسکین جدید ویشه. ظاهرا اونجوری که من سرچ کردم این آخرین اسکینی بود که براش هست و الان که نگاه میکنم میبینم اینجاش سیاهه. این به این معنیه که این اسکینش رو حالت اسلیم باید باشه، یعنی اینکه از حالت واید بزنش روی اسلیم. میبینید که الان دستاش درست و فیکس شد. هر وقت دیدین که اینجاش خالیه و سیاه میزنه یعنی اینکه باید رو حالت اسلیم بره و الان میبرمش و کرییتو میزنم. خب میذارمش دقیقاً همینجا وسطای بریج تقریبا که همینجا فکر میکنم خوب باشه. و حالا کلیک راست که نگه دارم میتونم زاویه دوربین بچرخونم و کلیک چپو که نگه دارم دوربین حول اون مرکز تصویر میچرخه. حالا من با کلیک راست یکم زاویه رو درست میکنم و کلیک راست رو که نگه دارین WASD هم بگیرین میتونین جابجاش وسط صفحه و اینا، حتی شیفت بگیرین یواشتر یا اسپیس بگیرین با سرعت نور جابجاش. خب من اسکین ما یک دونه روش سلکت میکنم و اینطوری میچرخونمش به زاویه 90 درجه که از این سمت راست میتونین ببینید. میذارمش روی منفی 90. دست راستشو به سمت جلو میارم. بچه‌ها یادتون باشه هر وقت خواستین آیتمی مثل شمشیر رو تو دست پلیر برای تامنیل بذارید حتما فقط توی دست راست باشه. این نکته مهمه و به زیبایی و طبیعی بودن تامنیل کمک میکنه. بعد از اینکه عقب جلوشو درست کردم یک مقداری هم باز میکنم دستاشو از این حالت خشک کمی در بیاد. حالا بچه برعکس اینجا وقتی دست راست جلوی پای راست باید عقب باشه و میدمش مقداری عقب. حالا پای چپش هم به سمت جلو میارم. این از پایین نگاش میکنم. خب یک مقداری بالا رفته، برای همین یکم میارمش پایینتر و فکر میکنم انقدر کافی باشه. بعد از این حالا باش لازمه که یک دونه آیتم اضافه کنیم، اونم شمشیره. از اینجا قسمت کرافت تیبل و آیتم رو میزنید و از اینجا شمشیر دایموندی انتخاب کنید یا حالا آیرونیش فرقی نداره. و از این قسمت ایمیجم میاین همون ریسورس پکی که خواستین رو اد میکنین واسش. من ریسورس پک رو اد میکنم و از اینجا کرییت رو میزنم و میارم جای دستش. حالا شمشیر رو میچرخونم تا توی دستش قشنگ جا بگیره به صورت طبیعی باشه. خب من شمشیر اد کردم ولی یه مقداری نسبت به اسکین بزرگه، برای همین روش کلیک میکنم و از این قسمت بخش اسکیل پیدا میکنم که اینجاست. این زنجیر رو میزنید که همه زوایای ایکس و وای زدش با هم یکی بشن و به یه اندازه کوچیک بزرگ بشن. الان یک مقداری کوچیکش میکنم، فکر میکنم انقدر کافی باشه، یعنی تقریبا 0.8 باشه اوکیه. حالا بچه‌ها یک مقداری میخوام نور و اینا رو تنظیم کنم و خورشید و ایناشو منظورمه. گزینه انوایرنمنت رو میزنید اگه اسمش رو اشتباه نگفته باشم و این روتیشن خورشید رو عوض میکنه زاویه‌شو جوری که نور تو صورت اسکین بتابه. اگه سایه‌شو دقت کنید رو بریج دقیقاً پشتش میخوام بیفته، یعنی اینکه چی منفی 90 درجه تو هم زاویه که البته همیشه نباید منفی 90 باشه، ممکنه شما اسکین رو توی زاویه دیگه بذارید. حالا با اسکای و این بک‌گراند اینجا رو آف کنم. چه جوری؟ این کلاود که میشه ابرا آف، این گراوند که میشه بک‌گراند آف. میایم پایینتر. خب برای رنگی که حاله خورشید میده یک مقدار رنگ آبی وجود داره. توی این میتونید ببینید تو حاله آبیه. گزینه HSV رو میزنم و این سچوریشن رو صفرش میکنم. الان رنگ آبی از بین رفته. اگه کنترل Z بزنید دقت کنید شاید یک مقداری متوجه حاله آبی تو بریج بشید که میبینید الان اوکی شد و نیاز خاصی به تنظیم کردن تو فتوشاپ نداره. رنگ اسکای هم که اصلا دست بهش نمیزنیم چون ما میتونیم گزینه ریموو بک‌گراند رو بزنیم و PNG تحویلش بگیریم. گزینه فاگ هم آف میکنم که یک مقداری اسکین و بریج رو بهتر ببینم. حالا باید یک زاویه دوربین خوب براش درست کنیم. یک مقدار زاویه رو درست میکنیم و شیفت رو میگیرم با کلیک راست یک مقداری با دبلیو میام جلو، یک بریج باید بره عقب. چرا؟ به خاطر اینکه مقداری وقتی دوربین میاد جلوتر ته بریج دیده میشه و ما اینو نمیخوایم. میخوایم که بریج تهش دیده نشه. من مقداری زاویه رو درست میکنم. الان کرافتینگ تیبل رو میزنم، اینجا گزینه کامرا و کرییت رو میزنم و من هر چقدر اینجا زاویه رو تغییر بدم دوربین سر جاش هست. روی دوربین میزنید، از اینجا
فیلد آف ویو یا همون اف او ویو روی عدد 30 میذارید، یک مقداری زوم میشه، در صورتی که میشه گفت درست این زوم نیست. روی این قسمتی که تصویر دوربین هست کلیک راست رو نگه میدارم، شیفت رو میگیرم برای اینکه یواش‌تر برم عقب و اس رو میزنم میرم عقب، یک مقدار ماوس رو جابجا میکنم که زاویه درست‌تر باشه. ما برای این که بچه‌ها بخوایم اسکین و بریج رو جدا داشته باشیم میتونیم یکیشون رو آف بکنیم و هر کدوم جدا رندر بگیریم. یک مقدار کار مزخرفی هست، ولی خب برای اینکه بتونیم اسکینمون رو توی فتوشاپ به طور جدا داشته باشیم این کار لازمه. در نتیجه پس من میام اینجا اسکین رو آف میکنم با آیتم یا همون شمشیرش، زاویه رو هم تغییر نمیدم، گزینه رندر اینجا میزنم و رندر ایمیج، گزینه ریموو بک‌گراند آن، کوالیتیش هم میذارم روی 1920x1080، سیو میزنم و هر جا سیستمتون خواستین میتونید ذخیره‌اش کنید. خب من الان اسکین و شمشیر رو دوباره آن میکنم و این بار بریجو آف میکنم یا همون مپی که اینجا رندر شده. حالا رندر رو میزنم و اون دوتا رو کنار هم توی فتوشاپ میذارم که میبینی چطوری. الان میخوام برم سراغ اسکین میسی، روی اسکین ویش میزنم، میام اینجا پروژکت پراپرتیز، اینجا بخش لایبرری رو وا میکنم. حالا اسکین ویش که اینجا هست رو سلکت میکنم، از اینجا دیگه قرار نیست اسکین ویش باشه، براوز رو میزنم و اسکین میسی رو اد میکنم. خب این هم از اسکین میسی اد شد. این قسمت ویدیو رو تام میکنم چون میخوام اسکین میسی رو شبیه تامنیل خودش بکنم و استایلش باید با ویش یک مقداری فرق داشته باشه. خب اینم از اسکین میسی شبیه تامنیل اصلی شد و حالا اینم رندر میگیرم و میریم توی فتوشاپ که جادوی اصلی اتفاق بیفته. خب فتوشاپتون رو باز میکنید، هر نسخه که دارید یا اینجا گزینه نیو فایل هست یا نیو پروجکت، در هر صورت میزنید و ابعاد رو میزنید روی 1920x1080 رزولوشن 72 و پیکسل اسلش اینچ و پیکسلز. غیر از این تنظیمات دیگه نباید باشه وگرنه به هم میریزه. کریت رو میزنم و میریم برای اد کردن اون فایل‌ها. خب من این ستا رو اینجا اد میکنم، اینتر. خب ستاشون اد شدن. حالا شیفت میگیرم از بالا تا پایین ستاشون رو با هم سلکت میکنم، کنترل تی میزنم و میارمشون وسط صفحه، آلت رو میگیرم بزرگ میکنم. خب اسکین میسی رو آف میکنم فعلا دیده نشه، میرم سراغ اسکین ویش و بریجش، کنترل تی رو میزنم، یادتون باشه با هم دیگه سلکت کنید بچه‌ها، کنترل بگیرین با هم دیگه سلکت کنید، بیارینش این طرف و یه مقداری من باید کوچیکش کنم، خیلی نمیخوام شبیه تامنیل اصلی بشه، یک مقداری میخوام ریمیک‌تر و خوشگل‌تر باشه، برای همین بزرگترش میکنم نسبت به تامنیل اصلی. حالا میرم سراغ اسکین میسی، اندازه‌شو کوچیک‌تر میکنم، فکر میکنم الان خوب باشه. خب این از این چینششون رو درست کردم، این وسط باید خطی بیاد و این دو تصویر جدا بشن از هم، اما قبلش یک دونه بک‌گراند اسکای لازمه برای جفتشون. خب من اسکای سرچ کردم و همین یه دونه اسکای که پیدا کردم روش کلیک راست میکنم و کپی ایمیج، میام تو فتوشاپ روی لایه بک‌گراند که اینجا قفل هست میزنم و کنترل وی اینجا میزنم و اینو میام اینجا آلت رو میگیرم بزرگش میکنم. و یک نکته داره این که بچه‌ها اگه یک اسکای رو به طور کامل بزرگش کنید و دو تا اسکین باشه که قراره از هم دیگه جدا باشن این اشتباهه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که این اسکای هم باید برای ویش باشه هم برای میسی، برای همین یک لحظه آفش میکنم و برای اینکه هر تصویر ویش و میسی هر کدوم توی یک مسکی باشن میام یک مستطیل میسازم زیر روی خود همین لایه بک‌گراند. پس یک مستطیل اینجا برمیدارم میکشم تا همینجاها و حالا ابعادش رو میتونم فعلا کاری نداشته باشم، یک مقداری میچرخونمش. بعد از اینکه این بک‌گراند برای ویش اد کردم یک کنترل جی میزنم دوپلیکیت بشه، کنترل تی رو میزنم برش میارم این سم و حالا میتونم اینجا دابل کلیک کنم رنگش رو عوض بکنم برای اینکه با هم دیگه قاطی نشن. خب یک مستطیل با رنگ مشکی هم این وسط میکشم، یه دونه لایه روی این مستطیل آبی درست میکنم که مشکل پیش نیاد رو اون نره، باریک انقدر به نظرم خوبه. حالا کنترل تی میزنم میام اینجا جابجاش میکنم تا جایی که بیاد وسط. نکنین الان وقتی من بیام راست میبینید بعضی جا وای میسه، الان اینجا که وایساد اگه دقت کنید یه خط بنفشی و وسطش میاد تو سفیدی، دقت کنید میبینید. خب بعد از اینکه این خط مشکی رو گذاشتم وسط، حالا این خط مشکی رو من باید بچرخونم تا با زاویه اینا یکیشه. نکتهش اینه که اول باید وسط بیارینش بعد بچرخونیدش. خب حالا یه مقدار میچرخونمش و به نظرم یکم دیگه اوکیه. حالا میبینم که این مستطیل آبی پشت سر میسی یک کمی باید بیاد راست، برای همین کلیک میکنم روش و با کلیدا جهت‌نمایی روی کیبورد میارمش راست. این از این. حالا قراره چیکار کنیم؟ حالا اسکای آن میکنیم، زیر همین خط مشکی میاریمش و مقداری بزرگش میکنیم، نه خیلی زیاد، در حد همین که فیکس بشه با خود تصویر. میارمش پشت ویش، این تیکه میندازم، آلتو نگه میدارم، البته میارمش روی خود این لایه قرمزی که مستطیل پشت ویش بود و آلتو نگه میدارم، مسکش میکنم
روی خود همین. این یعنی چی؟ یعنی اینکه الان فقط پشت سر ویش و اون قسمت مستطیل رو پر کرده و پشت میسی نمیاد. میام بچه‌ها یک سری تنظیمات اعمال میکنم روی این اسکای تا خاکستری بشه و بی رنگ و نور بشه. کنترل شیفت ای رو میزنم و بخش کامل را فیلتر باز میشه. حالا از اینجا اول از همه سچوریشن آف، کلا سیاه‌سفید بشه. یک مقداری ما باید اینو به سمت تاریکی ببریمش. برای همین یه مقدار کنتراست میدم، اکسپوژر رو کم میکنم، هایلایت رو کم میکنم، شادوش هم یک کمی به سمت چپ میارم، شادوش رو کلا تا چپ میارم، بلکش هم چپ، کلاریتیش رو یک مقدار زیاد میکنم، تکسچر یک ذره، دی هیز هم برای تیره تر بشه یک کمی بهش میدیم و تو دیتیل هم شارپنینگش رو میذاریم روی 50. به نظرم اوکیه و الان فرقش رو که ببینی میبینی کلا هم کیفیتش بیشتر شد، هم رنگ و نورش از دست داد که برای سبکی که میخوام اجرا کنیم عالیه. اوکی میزنم. این از بک‌گراند پشتش واقعا خوشگل شد. حالا همینو آلت رو نگه میدارم، کلیک میکشم روی قسمت آبی یعنی پشت سر میسی، کنترل تی رو میزنم. حالا اینو میذارم دقیقاً پشت خود میسی که اینجوری بهتر باشه. الان اگه دقت کنید میبینید که این قسمت و این قسمت توی این قسمت هم تکرار شده، یعنی یک اسکایو من کلا نمیدونم بازکام پشت سر دوتاشون باشه، اینجوری خیلی مصنوعی میشه. یه سری چیزایی مثل این کمی رو مخه، ولی اگه اجرا کنین قطعا تامنیل بهتری خواهید داشت. خب حالا یه مقداری باید این اسکایا رو من بلور کنم. میام روش میزنم فیلتر، بلور و گاشن بلور. خیلی کم، البته نه زیاد. به نظرم 3 تا کنیم خوبه، یا میذاریمش روی 5. به نظرم 5 تا بلورش خوبه. آره همین کار رو با اسکای پشت ویش هم میکنه، فیلتر، بلور، گاشن بلور و رو عدد 5 و اوکی. الان میرم سراغ افزایش کیفیت و رنگ و نور اسکینا. روی اسکین ویش میزنم و کنترل شیفت ای. خب شروع میکنم، یک مقدار اکسپوژر بهش میدم، مقدار کنتراست خیلی کم نه زیاد، هایلایت رو کم میکنم که زیاد پر نور هم نباشه، شادو رو هم به سمت راست میبرم تا تیرگیاش کمتر بشه. اندازه 50 تا به نظرم مناسبه. بلک هم یک مقدار میام چپ اندازه 20 تا. تکسچر رو اندازه 20 تا زیاد میکنم. کلاریتی رو زیاد نکنیم، مثلا 5 تا کافیه. دی ایز رو کلا دست نزنید، یه کمی رنگش رو به هم میریزه. و از این طرف هم دیتیل رو میزنم و شارپنینگش رو روی 90 میذارم که واقعا تو کیفیتش تاثیر داره. تو بخش کالر میکسر میام تو سچوریشنش میام گرین رو کلا آف میکنم، چون من احتمال میدم یک مقدار رنگ سبز توی تصویر ویش باشه. بلور رو میتونم آف کنم، میتونم هم نکنم، چون اینجا توی قسمت شمشیری ببینید آبی داره، برای همین میتونم هم آف کنم هم نکنم که فعلا میذارم باشه، کارش ندارم. و رنگ صورتی هم که نداریم زیاد، بنفشم آف میکنم، یک مقدار تو شمشیر بودش. مقدار رنگ نارنجی میدم اندازه 10 تا، قرمزم که میشه خود موهای ویش، برای همین یک مقدار میارش جلو، مثلا 20 تا کافیه به نظرم. خب این از این. الان بیفور افترش که بزنم ببینید متوجه میشید چقدر کیفیت فرق کرد. الان ببینید سمت چپ قبل، سمت راستم بعد، ببینید چقدر کیفیتش بهتر شد و اصلا واضح تر شد. قبل از که اوکی بزنم یک کار دی بی سایکیو میکنم که خیلیاتون این کارو شاید بلد نباشین و انجام ندید. میام 3 نقطه اینجا رو میزنم و از اینجا کپی ادیت ستینگ رو میزنم. این کپی اوکی میزنم. حالا میام روی اسکین میسی، دوباره کنترل شیفت ای که بخش کامل را فیلتر باز بشه. حالا اینجا کنترل وی بدون اینکه دست به تنظیمات بزنم، همون افکت ها و تنظیماتی که روی وش اعمال شد روی میسی هم اعمال شد، ولی فرقش اینه اسکین میسی چون تاریکه یک مقدار لازم داره روشن تر بشه، واسه همین من مقداری اکسپوژرش رو بیشتر میکنم، خیلی کم نه خیلی هم زیاد. اوکی به نظرم بهتر شد. بیفور افتر اینم ببینیم که چقدر فرق میکنه و میبینید با کیفیت تر شد و اسکین جفتشون با کیفیت 4K شد ماشاءالله. و احساس میکنم یک مقدار دیگه ای لازمه که اسکین ویش و بریجش مقداری گنده تر بشه، برای همین به سمت پایین کمی گنده ترش میکنم. خب بریج هم یک مقداری کیفیتشو بالا میبرم، نه خیلی حرفه‌ای. همینجا کنترل ویو بزنم همون افکت روش اعمال میشه، منتها خیلی نباید روشن باشه، یک مقداری تاریک تر باشه، برای همین یکم کنتراست بهش میدم و سچوریشنش رو کلا 0 میکنم که اون حاله آبی رو نداشته باشه. حالا باید یک سری قسمت‌های تاریک و سایه دارش رو تیره تر بکنیم از اسکینا. من میام روی لایه اسکین ویش و از این قسمت ادجاستمنت لیر رو میزنم و سالید کالر رنگش رو مشکی میکنم و ماسکش میکنم روی لایه اسکین ویش، مودش رو دست نمیزنم، فقط تنها کاری که میکنم این قسمت سفیدش رو میام کنترل آی میزنم تا معکوس بشه. حالا میام از اینجا گزینه لسو تول رو کلیک راست میکنم و گزینه دومش رو میزنم. حالا از اینجا کاری که باید بکنیم اینه که بیام قسمت تیره رو سلکت کنیم، یک نقطه اینجا میزنم، یک نقطه اینجا و یک نقطه هم اینجا و اینجا به هم دیگه وصل میشن، که البته این قسمت رو فراموش نکنید. و اینم از این قسمت که سلکت شد روی همین قسمت مشکی ماسک رنگ مشکی باشید، کنترل آی که بزنم اینجا مشکی میشه. خب حالا که این قسمت سیاه شد، من همه قسمتایی که لازم هست رو سیاه میکنم
و ادامهش رو بهتون میگم. خب من قسمت هایی که لازم بود و مشکی کردم با سالید کالر. حالا همینجا که هستم اوپاسیتی رو میذارم روی سی به همین راحتی. الان فرقش رو میبینید دیگه، روشنه، این خاموش، این روشن، این خاموش. میبینید که چقدر سایه ها تاثیر دارن. همین کارو روی اسکین میسی هم میکنم. خب بچه‌ها من سایه ها رو اد کردم. یه کاری که احساس کنم کمه و قبلش باید انجام میدادم این بود که همین قسمت های آبی شمشیر کلا از بین بره. برای همین میام روی هر کدومشون کامera فیلتر باز میکنم و از قسمت کالر میکسر کلا بلو رو سچوریشنش رو آف میکنم و میتونم همینجا بیام همین کپی ادیت ستینگ رو بزنم، بیام اینجا برای ویشم وا بکنم و اینجا کنترل وی رو بزنم و اوکی الان کلا شمشیر بیرنگ شد. به نظر من بهتره که هیچ رنگ غیر از خاکستر قرمز توی تامنیل نباشه، بهتره. خب حالا نوبت افکت ها و چیزای جذابی که قرار تامنیلمون رو گادتر و خوشگل‌تر بکنه. قبل از اینا من یک نکته هست که نکته کنکوری باید بهتون بگم. ببینید بچه‌ها من این قسمتم سایه زدم و این قسمت تاریکه. نکته که هست اینه که چشماش هم سیاه شده. برای همین این قسمت رو توی ماسک خودش این قسمت رو چشماشو سلکت میکنم و اینجا وقتی که سلکت شد کنترل آی رو میزنم برای اینکه دوباره برگرده به همون حالت روشنش و اون سفیدیشو حفظ بکنه. من برای اینکه بتونم گلو و درخشش به چشم‌های میسی اضافه کنم، اول از همه باید چشم‌هاشو یک دوپلیکیت بگیرم از اسکینش تا بتونم به صورت جداگونه بهشون افکت بدم. برای این کار از اونجایی که کانورسمنت آبجکت هست و تازه آوردیمش توی فایل پروژمون، یک دونه اریزر برمی دارم و روش کلیک میکنم، یه ارور ریزی میده، اوکی میزنین، الان میشه دوپلیکیت کردن رو. این ابزار لسو تول رو برمیدارم و چشمهاشو سلکت میکنم. بعد از اینکه سلکت شد کنترل جی رو میزنم. این از یک چشمش. البته یادتون باشه که اون چشما برم بالای این افکت سایه. من این سایه رو ماسک میکنم دوباره روی اسکینش و همون کار رو با اینی که چشمم تکرار میکنم. خب این دو چشم رو با هم دیگه سلکت میکنم، کنترل میگیرم، بعدش کنترل ای میزنم یکی بشه. حالا کنترل یو رو میزنم یک مقدار روشن ترش میکنم، نه خیلی حالا تا ناموس، ولی کنترل یو که زدم از قسمت لایتنس 50 تا میرم به سمت سفیدی. دابل کلیک میکنم روش و یک آوتر گلو بهش اد میکنم با رنگ سفید. خب الان چشمای میسی هم یک مقدار درخششون نور گرفت، ولی به اندازه قبلی پرنور نیست، چون قبلی یک مقداری با بیکیفیت بودش. برای همین من اینو یک مقدار کمتر کردم که از اون حالت عجیب و غریب در بیادش. حالا یک هایلایت ریزی هم میخوام به اسکینا بدم. برای همین اول با اسکین و شروع میکنم. بالای اسکینش یک دونه ادجاستمنت لیر میزنم و اکسپوژر میسازم. از اونجایی که زیر لایه ماسک سالید کالر بود خود اینم ماسک میشه و اینجا که دابل کلیک بکنید میاد اینجا اکسپوژر رو زیاد میکنید، مثلا تا 1.8 یا 1.9. این قسمت ماسکش که سفید هست و کنترل آی میزنید تا مشکی بشه و معکوس شه. یک براش نرم با اوپاسیتی و فلو زیاد برمیدارید و شروع میکنید به هایلایت زدن اینجاها. حالا چه جوری؟ اینو کوچیکش من میکنم، اینم شکلی میشه اوکی. اینجا یک دونه شیفت میگیرم میزنم، اینجا رو میزنم، دوباره شیفت رو میگیرم اینجا رو سلکت میکنم. میبینید هر جا براش میزنم یه خط دراز اونجا براش میکشه و یه جوری این میشه هایلایت ما و شروع میکنم همه لبه های اسکین رو هایلایت بزنم. بچه‌ها یک نکته ریزی که هست اینه که وقتی شما اینجا شیفت رو میگیرید و مثلا از اینجا شیفت رو میگیرید میخواید اینجا رو بزنید، بعد دوباره شیفت گرفتید میخواید اینجا رو جداگونه این شکلی بزنید، این وصل میشه وسط رو. یک کنترل زد میزنید که برگرده، بعد دوباره اینجا شیفت میگیرید میزنید. هر وقت احساس کنید که یک جای اشتباه فصل شده کنترل زد، بعد دوباره شروع میکنید به هایلایت زدنتون. خب یک کاری که لازمه من انجام بدم بچه‌ها اینه که یک سری از جای هایلایت رو کم رنگ کنم. چرا؟ به خاطر اینکه این قسمت های اسکین از اونجایی که رنگ سفید و زردی داره زیادی روشن میشه بعد از هایلایت. براشمو مقداری گنده میکنم و فلوشو خیلی کم میکنم، مثلا 20 تا یا 15 تا. و اینجا حالا رنگ براشم و مشکی میکنم. اینجا رو که بکشم میبینید که کم رنگ میکنه هایلایتو به همین راحتی. یک مقداری هم برای کلش لازمه. خب حالا که هایلایت آن و آف کنم میبینید که چقدر تاثیر داره و خوشگل‌تر میکنه کارو، ولی یک مقداری لازمه که اوپاسیتیش کمتر بشه، مثلا بشه 85 و بعدش هم روی همین لایه ماسکش که بودین فیلتر رو بزنید، بلور، گاشن بلور، مقدار اندکی در حد مثلا 3 تا بلورش کنید. وقتی پریویوش آن آف کنم ببینید که چقدر فرق داره. اوکی میزنم. همین نوع هایلایت رو برای اسکین میسی هم میزنم. خب اینم از هایلایت اسکین میسی که خیلی بهشون نشسته و واقعا جذاب شد. یه استایلی هم هست که باید به اسکینا بدم که به نظرم لازمه. با اسکین وی شروع میکنم. میان بخش استایلام. بچه‌ها این پک استایل منه که توی سرور دیسکورم یک شاپ هست و از اون قسمت میتونید این پک کامل رو خریداری کنید که توش یک سری استایل‌های نوری هم هستش و من میام روی اسکین ویش و یکی از اینا رو انتخاب میکنم و به نظرم همین وسطی عالیه. بقیه‌شون یک مقداری نورشون زیاده، به نظرم همین اوکیه. حالا یک مقداری هم با تنظیمش بکنم دیگه. بیام مثلا این ارشاد اولی دیستنس رو بکنم 3 که خیلی نباشه، یا میتونم کنم آفش کنم ولی باشه بهتره. همین 3 بذارم اوکی. این از این همینو کلیک راست میکنم کپی لیر استایل و روی لایه اسکین میسی هم پیستش میکنم به همین راحتی. حالا میریم
میریم سراغ افکت های پشتشون و هایلایت زدن های جذابتر برای رنگی تر شدن کار. از اونجا که تو تامنیل اصلی یه چیزای شبیه آتیش مانندی وجود داره، اونا نیاز به براش دارن و من یک پک براشی براتون اختصاص دادم تو سرور ریسکان برای دانلود گذاشتمش، میتونید از اونجا دانلودش کنی. اسمش فایر براش است و توش تعدادی براشای هستش که به شکل شعله آتیشه و همونطور که میبینید هر جا که میزنم یک حالت شعله مانندی ایجاد میکنه. حالا ما برای اسکین میسی نیاز داریم که رنگ سفید استفاده کنیم. میتونیم فلاشو ست کنیم. الان میبینید این حالت آتیشه، پس یک لایه زیر میسی ایجاد میکنم، همینجا اینو اد میکنم، ولی منتها از یک براش دیگه استفاده میکنم ببینم کدوم یکی شعله خوشگل تری داره. خب من اینجا روی همین لایه این براشو زدم، میتونم کوچیکش کنم. البته بچا فراموش نکنید که وقتی که براشتون از کاد خارج شده باشه دیگه نمیتونید کوچیک بزرگیشو درست کنید چون برش خورده. الان من از یک مدل دیگه میتونم استفاده کنم، فکر میکنم این خوب باشه. کوچیک‌ترش میکنم. این براشه خاصیتی که دارم بچه‌ها وقتی سلکت میکنید ببینید خود براشه شروع به چرخیدن میکنه که از حالت یه نواخت در بیاد. همینجور میزنم. حالا یک مدل براش دیگه انتخاب میکنم، روی همین لایه هم این کارو میکنم، ولی منتها این بار با اپاسیتی به نظرم 30 خوبه. حالا میام اینجا این یکیو بردارم. آره این باز خوبه. یک نکته که داره بچه‌ها، این هایلایت آتیش باید ماسک بشه روی پشتش. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه نزنه توی کادری که ویش هست و هایلایتاشون با هم قاطی نشه. حالا یک لایه روی اسکایی که برای پشت ویش هستم میسازم. اینجا با رنگ قرمز من براشایی که باید پشت ویش بزنم و ایجاد میکنم. رنگشو اینجا سفیدی رو میزنم و میتونم مثلا رنگ خود ویش رو انتخاب کنم، یعنی اینجا به رنگ قرمز باشه. خب بچا من براشای شعله رو اد کردم و قسمت قرمز هم ماسک برای پشت فقط ویش و توی هم قاطی نمیشن. اگه ماسک رو بردارم میبینید یک مقدار توی این میره و اگه اینم بردارم یه مقدار توی این میره، یکمی خرطوخر میشه. پس بهتره که ماسک بشه روی بک‌گراندایی که واسهشون اختصاص دادیم. حالا من برای شعله‌ای که پشت ویش هست یک کنترل شیفت میزنم، میرم بخش کامera فیلترش، مقداری سچوریشن رو بیشتر میکنم با مقداری هم کنتراست. اوکی میزنم. الان روشن‌تر شد و جذاب‌تره. یک نکته که بچه من فراموش کرده بودم این بود که آتیش که باید پشت میسی باشه رنگش مشکیه. برای همین من همین الان میتونم کار کنم، روی لایه‌ای که این آتیش رو رد کردم میزنم و کنترل آی و اوکی. الان شبیه تر شد. خودم قبول دارم نباید این اشتباه رو میکردم و الان اتفاق بهتری افتاد. از اولش باید در اصل براش رو مشکی میکردم و الان به نظرم درست شد دیگه و دود مشکی به نظرم طبیعی تره. بعد از اینکه این دوده و آتیشا رو درستش کردم، حالا یک دونه لایه بالای خود همین آتیشه هر کدوم از اینا میسازم و یک براش برمیدارم، ولی یک براش این بار ساده، یه براش نرم و عادی، اوپاسیتیش هم 100 باشه. مود بچه این لایه رو میذارم روی اوورلی تا تبدیل به یه جور لایه نوری بشه بیشتر، تا اینکه بخواد مثلا رنگ عوض کنه. الان اگه آن آفش کنم این روشن‌تر پشت کله ویش. میتونم یکی دیگه هم بزنم، الان روشن‌تر شد. این از این. خب یک لایه هم مثل همین بالای اسموکای پشت میسی میسازم. مود اینم میذارم اوورلی، چیز خاصی هم لازم نداره، دو تا کلیک اینجا میکنیم، حالا سه تا ترجیحاً، و یک مقداری هم لازمه که رو حالت نرمال هم یه چی اد بشه. اینجا من یک دونه اد میکنم و اپاسیتیشو میکنم مثلا 30 که وقتی باشه تاثیر بهتری داره. خب حالا لازمه که یک سری هایلایت ها به داخل خود اسکین بزنیم. با لایه ویش شروع میکنم، ادجاستمنت لایر رو لایه خودش میزنم، سالید کالر میسازم و رنگش هم به رنگ همین قسمتایی که اینجا هست درست میکنم. مودش رو روی کالر میذارم، این قسمت سفیدشو ماسکشو برعکس میکنم و رنگش رو میتونیم از اینجا بچه‌ها عوض کنیم، بزنیم رو خود این قسمت روشن‌تر بشه. الان من هر جاشه که براش بزنم این همون رنگی میشه. پس شروع میکنم بچه‌ها یواش یواش براش نرم اینجا رو من یه هایلایت رنگ خودش بزنم، اینا تاثیرات خودش رو داره. خب این از هایلایت هایی که برای ویش زدم. الان آن آفش کنم میبینید که تاثیر داره. یک مقداری باید روی شمشش کم رنگ تر بشه. آها الان بهتر شد. خب ببینید الان وقتی که آفه، این وقتی که آنه، میبینید که تاثیر خودش رو داره. یک مقداری تو چشمش هم رفته هایلایت، پس برای همین این قسمت رو خاک میکنم. یه همچین هایلایتی هم حالا برای خود میسی میزنم، ولی این بار باید یک مقداری رنگ سفید داشته باشه. میام روی لایه خود میسی، ادجاستمنت لایر، سالید کالر، رنگش رو میذارم رو همین سفید باشه. مودش رو روی کالر هم میتونم بذارم، ولی خب نه، اینجا مودش رو روی سافت لایت میذارم، به نظرم بهتره. حالا ماسکش رو برعکس میکنم ببینیم چی جوری میشه وقتی که اینجا هایلایت بزنیم. آره روشنش میکنه و همینم جذابه. یک مقدار اپاسیتیشو کم میکنم از اونجایی که روشنه 70. به به اینم از این هایلایت. میمونه حاله های بک‌گراند بچه‌ها که نکته تقریبا میشه گفت مهمیه. حالا من میام چیکار میکنم، یک حاشیه اول ایجاد میکنم تا با همین رنگ مشکی اینجا جور در بیاد. چی جوری؟ میام اینجا کنترل شیفت آلت ای رو میزنم و از این قسمت میام دابل کلیک میکنم روش و یه اینر شادو بهش میدم، رنگش رو میذارم روی مشکی، این چاکش رو میذارم روی 100، یک مقدار سایز میدم و میبینید که به
خب یه کاری که الان لازمه بکنیم بچه‌ها اینه که من کل این لایه هایی که روی بک‌گراند هستن، یعنی غیر از بک‌گراند، بیام اینجا شیفت رو بگیرم باهاشون، همشون رو کنترل جی بزنم، یعنی گروپ شن بچه‌ها. این هم که برای چشمشه، میندازمش تو، آفش میکنم. حالا کنترل شیفت آلت ای، یک لایه دوباره ساخته میشه و اینا رو دوباره آن میکنم این گروپو. و کاری که لازم میکنم اینه که بیام اینجا کنترل شیفت ای رو بزنم برای بک‌گراند و از این قسمت پایین افکت و یک مقداری هم این حاله مشکی و دور تامنون بدیم. منفی 40 تا به نظرم کافیه و یه حاله سیاهی اد میشه. این از این میتونید ببینید که چقدر فرق داره. بعد از اینکه این کارو کردین بچه‌ها، بدون که به چیزی دست بزنید دیگه، کنترل شیفت آلت ای رو دوباره بزنید و کل تامنیل رندر میشه حالا. و کافیه که روش دابل کلیک بکنید، یک اینر شادو بهش اد کنید، رنگ مشکی، دیستنس 0، چوک 100 و سایز 18 یا 20. اینم از تامنیل ما. خب آخرین چیزی که لازم داره تکستیه که اسم چنل هر کدوم از پلیرها رو نشون بده. برای همین از وی شروع می‌کنم و سمت راست اسمش رو مینویسم، تیو میزنم و اینجا یک کادر باریک میکشم، یک W اینتر و A اینتر I اینتر S اینتر و H. اگه اشتباه نکنم اسم وش همینطوری نوشته میشد. من از فونت بچه آمیثن استفاده میکنم که فونت خوشگلی هستش. مودش رو بچه روی میزم اوورلی و یک درپ شادو هم بهش باید اضافه بکنم که بهتر دیده بشه. به نظرم جذاب شد. فقط یک مقداری لازم داره که این پررنگ دیده بشه. این دومی که دوپلیکیتش کردین بچه‌ها، کلیر لیر استایل رو میزنید، فقط مودش رو روی اوورلی بذارید و همین یک مقدار اپاسیتیشو کم میکنید روی 60. اوکی این از این. خب یه حرکت آخری میزنم برای اینکه تامنیلم روشن‌تر و خوشگل‌تر دیده بشه و یک ذره از اون حالت ترسناکش در بیاد. دابل کلیک می‌کنم روی خود لایه آخریمون، یک اینر شادو اد میکنم با این مشخصات، مودش اوورلی باشه، رنگش سفید باشه، دیستنس و چاکی هم نداره، فقط یک سایزی داره که حالا سایزش رو من یک مقدار کمتر میکنم، به نظرم زیاده، میذارم روی 90. حالا اپاسیتیش هم میذارم روی 90 باشه، خیالم راحت باشه. اینو که آف کنم اینه که یک مقدار نور و روشنایی به دورش اضافه میکنه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. این بود از این آموزش خفن. امیدوارم به دردتون بخوره و تامنیل خفنی برای خودتون بسازید. مقایسه قبل و بعدش رو میتونید ببینید که تامنیل اصلی چه شکلی بود و تامنیلی که من ساختم چی عذاب در اومد. میتونید نوراشو مقایسه کنید که ببینید چقدر فرق داره، کیفیت اسکینا که هرچند اسکین جدید وش خوشگل‌تر از قبلیشه، اسکین میسی خیلی با کیفیت تر اینجا در اومده، دود و اسموکایی که پشتشون هست جذاب‌تر شده، تکس، کادر، بوردر و خیلی چیزای دیگه توی جذابیت تامنیل جدید خیلی کمک کرده و واقعا از قبلی خوشگل‌تر در اومده. پیشنهاداتتون رو برای تامنیل های جدید و ویدیوهای آموزشی بعدی توی کامنت همین ویدیو برام بنویسید و بگین که دوست دارید دیگه تامنیل های چه یوتیوبرایی رو ریمیک کنم و آموزشش رو بذارم. ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیوها و آموزش های بعدی، بدرود.